سلام منو میشنوید از ماسوله. امروز اومدیم به سمت ماسوله که خیلی شهر دیدنی و جذابیه، ولی متاسفانه هوا مه‌آلود بود و هیچی نمیشد دید. این پایین قسمت آبشارشه که بعدم بهتون نشون میدم. از قسمت کوهستانیش که بالا میرسی به این ویو جذاب که کل شهر زیر پاته. هوا خیلی خوب بود ولی شدت مه انقدر زیاد بود که نمیشد هیچ جا رو دید. ما اینجا وایسادیم تا یه ذره عکاسی کنیم که الان عکسامو براتون میذارم. بعدش میریم به سمت آبشار. تو این فاصله که ما داشتیم عکاسی میکردیم مه یه ذره کمتر شد و ویو شهر همینقدر زیباتر شد. بعدش رفتیم پایین و رسیدیم به سمت آبشارش. اگه تا اینجا کلیپ با من بودی لایک و سابسکرایب یادت نره. اینجا هم 2 تا عکس گرفتیم و رفتیم به سمت ویلا و من تا رسیدم با این عنکبوت عجیب غریب روبرو شدم که داشت از توی تارای خودش میرفت بالا و به نظرم خیلی بامزه بود. پارت بعدی قراره ببرمتون فومن. پس تا پارت بعدی شب بخیر.